سلام دوستان، با هم بریم به خاطرات گذشته. درس‌های سال اول ساده بود. آب را بابا به دارا داده بود. درس پندآموز روباه و کلاغ، روبه مکار و دزد دشت و باغ. روز مهمانی کوکب خانم از سفره پر از بوی نان گندم است. کاکلی گنجشککی باهوش بود. فیل نادان برایش موش بود. با وجود سوز و سرمای شدید، ریزلی پیراهن از تن می‌درید. تا درون نیمکت‌ها جا می‌شدیم، ما پر از تصمیم کبرا می‌شدیم. پاک‌کن‌هایی ز پاکی داشتیم، یک تراش سرخ لاکی داشتیم. کیفمان چفتی به رنگ زرد داشت. دوشمان از حلقه‌هایش درد داشت. گرمی دستان ما از آه بود. برگ دفترها به رنگ کاه بود. مانده در گوشم صدایی چون تگرگ، خشخش جارو